گفتم به چه شد؟ چی؟ روز مادر مامانو فقط گریه کرد. آخه بابا دعواش دوباره؟ نه بیبی جیگرش له کرد. چی کار کردی؟ رفته خونه ببینا بابام براش یه بولیزی خریده و خیلی قشنگ بروش موز و هلو و خیار و همه میوه بودن. بیبی من خوشحالشو گفت قربون پسرم برن کل زر برش و اینا. یهو به من گفت بیا جو بشی. مامانو دا از دور نگاه میکرد. گفت که برای او یکی بیبی چی خریدین؟ گفتم مامانو مخالب اینا براش انگشتر طلا خریدن ولی مامانو گفته پیرزنو نفر. مامانو هزا چشاش نگاه میکرد. گفتن چرا چش قره میری؟ داداش هم ببین گفتن که مامانو به بابا میگه تو بچه زنبو هستی این پیرزنو اصلا محلت نمیذاره دختراش برن براش طلا بخرن که ارثیه میدتشون. گفتن مامانو میگه ما یه چی خونه تو میخوری حالا بو بد میشه میای چشمو میدنی. زبون درا. بیبی چی کار کرد؟ فشارش رفت بالا میخواست قش کنه براش سرکه و آبخور آوردیم کریسکیکان مالیدیم بهش بعدی گفت غذاتونم پاشیم برین خونه همو بوستگی بخوری که براش طلا میخریم برا خونه